با یه دونه اسپرسو شروع میکنیم چون واقعا من بدون اسپرسو نمیتونم زندگی کنم. مجموعه گل‌های داوودی. خب در چه حالید خانوما؟ سفارش ها رو دادی؟ به به عالی. خب پس سلام و هزار سلام. امروز روز جهانی مامایی. من و همکارام جمع شدیم توی رستوران با هم قرار گذاشتیم، یعنی حالا مجموعاً با هم دیگه فیلم گذاشتیم جشن واسه روز جهانی مامایی در نظر گرفتیم و همه اینجا جمع شدیم دور هم به صرف کیک و شام و موزیک و جمع خوشگذرونی کردیم بعد از این همه مدت فشار کار زیاد و خستگی. خب واقعا آدم نیاز واسه اینکه همیشه یه جایی خیلی خوب و مناسب انتخاب کنی خب خیلی چالش برانگیزه و اینکه همه توی جمع با هم دیگه مچ باشن، نظرشون یکی باشه، این دیگه به نظرم اوجشه. ولی خب دیگه اینم یه چالش بود. بعضی حالا خود ناراحت شدن، بعضی نتونستن بیان، ولی خب واقعا پیش میاد. من خودم سال گذشته نتونستم شرکت کنم، ممکنه سال بعد نتونم شرکت کنم، بالاخره پیش میاد. واقعا جاشون خالیه. بیا یه نفرم داریم شیفت هست بود. خب در خدمت یک از همکارام هستیم، ایشون هم بلاگر هستن، ماما هستن. سلام. از دانشجونم از پرسنل طری هستن من خیلی ازت ناراحتم. جشن ما پنجشنبه بود و من صبحکار بودم و میرسیدم بیام. داشتم میگفتم چیکار کنم منو ببخشید. من از شیفت اومدم، شیفت یک شنبه که همه میدونن چقدر شد. واقعا ببین حالا نمیدونم خاطر باید در مورد این موضوع جلسه جدا با هم صحبت کنیم راجع به اینکه چجوری میشه هماهنگ کرد آدما رو با هم. در واقع هماهنگ کردن همکارا اصلا پرسنل بیمارستان فکر کنم دیگه سخت‌ترین نوعشه، چون صبح و شب و عصر و آره الان خیلی شب بودن. خب شب اگه نگاه کنی کسایی که شب بودن اونایی بودن که گفتن ما اصلا نمیخوایم بریم. آره خب این خیلی مهمه که شب کارا به غیر از یکیشون که پولش پس داده میشه، عدت داده میشه. خب دیگه بالاخره حالا براش یک کیک میگیری. من جداگونه از دل ایشون در میارم. من جشن تولد من بوده چی بوده، من یهو دیدم یه باری همه چی رو دوشم. من اصلا واقعا خواستم مثل بقیه باشم، بانگ بدم و بیام بود دیگه. نمیدونم چی شد اصلا. من حتی چی شد که من گردن گرفتی. نه به خدا من فقط گفتم هزینه گردنگیرش خوبه. نه من گردنگیرش اومدم گفتم بچه‌ها هزینه که به جای هزینه کیک و یه کار دیگه میکنیم، چون من مثلا کیک رو هماهنگ کردم با جایی که هزینه نمیگیرم. یهو دیدم تخفیف از اینجا نمیاد. اصلا اینجا رو قبل مثلا نمیدونستم، وقتی اینجا رو رزرو کردم واقعا به خدا نمیدونستم. حالا خلاصه ناراحت نبود. ناراحت نیستم. ببین یعنی من انقدر از ویدیوهاشو واسهتون که با لباس کارم اومدم دیگه، اصلا نمیخواستم بیام. بازم ازم زیباترین لباس رو تو الان پوشیدی، چون با اسکراب نه حقیقت کلا استایل ما همینه دیگه. ما اصلا کلا همینیم، نصف جایی هم که میریم مجبوریم با هم لباسا بریم. از واقعیت ما به نظر من اینه. تا من اینو الان خودم توش راحت نیستم، چون حالا تو لباست راحت تر باشی.
راستشو بخوای حس میکنم به تم نمیخورم، فقط منم درست بچه‌ها اگه دوست داشته باشید بیشتر با فاطمه بلاگ میگیریم راجع به مسائل مامایی با هم صحبت کنیم. ایشون خیلی تخصصی و خیلی اهل بحث و گفتگو هم هستن. جلوی چند تا دعوا اساسی خواهیم داشت، اختلاف نظرم داریم واقعا. من اینجوری خیلی بیشتر دوست دارم مثلا با آدمایی در ارتباط باشم که خود تفاوت داشته باشه، یه ذره بحث و گفتگو بشه، همش تایید کنیم، همون خیلی جالب نمیشه. آره دیگه خلاصه ما بریم چایی و کیکمون رو بخوریم. برو ببخش بچه‌ها پیجشو فالو کنیم، داخل دیسکریپشن میذارم. اسم پیجتو هم بگو. فاد.هلا فالو کنید. فعلا حالا بقیه‌اشو براتون. واقعا بی‌نظیر بود پذیرایی، شرایط همه چی عالی، فضا فوق‌العاده. می‌خوام یه چکیده‌ای از فضا هم داشته باشم. از جشن مامایی ما مسئولمون هستن خانم شماخته، مسئول بخشمون هستن. خیلی خوشحال شدیم که اومدن. خواهشی نشون بدم؟ آره کات میکنیم بلور نشون میکنم بلور دوره همین میکنیم تا آخر یه شبه میتونیم شما آروم بشینم بازم برم توی فانسا که مثل حواسم برو پسر بچه پشت خیلی خوبه. سلام روز جهانی ماما رو تبریک میگم. عفیفه مرسی. عفیفه توجه کن بهمون. خب یکی خودتون رو معرفی کنید با همکارای من آشنا بشیم هم دیگه. اول خانم هنرجو خودش معرفی کنه. خب به نام خدا مریم هنرجو، مامای بخش زنان هستم. چند سال سابقه کار؟ 11 سال سابقه کار دارم. روز ماما رو به کلیه مامای محترم تبریک عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه دور هم جمع شدیم. همراه دختر خانم گلشون خانم دکتر تشریف آوردن. خیلی قدم رنجه فرمودن. من خودم ببخشید بلد نیستم. منو که دیگه فکر کنم همه بشناسم مامای طرحی بخش زنان. کوزتی آخر برنامه همیشه بیمار، اولین بیمار آخرین بیمارم منم. مشکلاتمون مفصل کلا بیمارم همین بیمار رو من برمیدارم. چند سال سابقه؟ امسال میشه 2 سال. عزیز دلم دیگه بعد خدافظی کنم از این بخش، دارم میرم. جات همیشه تو قلب ماست. شما که دیگه سوگلی هایین دیگه ماشاءالله، مسئولین و بزرگان. یکی خانم بهرامی. نگار بهرامی هستم. منم مامای طرحی ام، تو سال دوم طرحم. بله. خب نفر بعد. سلام. خودتو معرفی کن. سلام. ما چند سال همو میشناسیم؟ 1000 سال. نه بگو دیگه. 10 سال. 10 سال شد. ما از ترم 1 از اولین باری که داخل خوابگاه تونستیم مثلا یه اتاق بگیریم و دیگه همو دیدیم و با هم دوست شدیم. و خیرو بیز هستم. 5 سال سابقه دارم. نزدیکتر چی بگم؟ هنرمند. بگو پیج بچه‌ها پیج داره در مورد نقاشی‌ها. نقاشی‌ها حتما خیلی خوبی میذاره، سفارش میگیره خیره جان. جدیدن یه 2 تا پت داره، یه دونه چی؟ یه گربه به اسم کیتی. قربونش عاشقشم، دوست داره حیوانات. با عروس بلندی. سلام، عفیفه هستم. تو 5مین سال سابقمه
و فضوله بخش پیش فعال عاشقشم خیلی خوبه، خیلی مسئولیت پذیر. بچه‌ها من می‌خوام حسم و دیدگاهم هم راجع به تک تکتون الان بگم، مثلا چه جوری بهتون نگاه میکنم، مثلا نظرم چیه. حالا شاید مرسی بگید نظر اصلا برای ما مهم نیست. میخوام بهتون بگم که چه جوری میبینمتون یا حالا از نگاه من به چه صورته. من عفیفه رو روزی که بار اول دیدمش داخل بخش اینجوری بود که خیلی دلش میخواست حمایت کنه، یادم بده، میدونست استرس دارم. مثلا من آخه واقعا هر بخش جدیدی که رفتم اولین نگرانیم ارتباط گرفتم با بچه‌ها، چون خیلی اجتماعی ام. مثلا برام سخته، یعنی وقتی مثلا توی فضایی قرار میگیرم که باید مثلا سکوت کنم یا مجبورم که ساکت باشم، اون حال برای من سخت‌ترین حالت ممکنه. احساس خفگی اصلا بهم دست میده. ولی خب واقعا بچه‌های بخش زنان بی‌نظیرن و عفیفه جزء یکی از بهتریناست که فکر کنم کسی نباشه که عفیفه رو از ته دل خیلی زیاد دوست داشته باشه. نظر لطفت. حالا راجع به طاهر جان یکی از اون دوستای خیلی خوب هنرمند مثبت‌اندیشه که میتونی قشنگ 4 ساعت 5 ساعت بشینی باهاش صحبت کنی و خسته نشی. انقدر شنونده خوبیه، انقدر قشنگ ارتباط برقرار میکنه با آدم و بی نهایت مهربون، از خود گذشته تو شرایطی که مثلا شاید هممون یه حالتهای عصبی داشته باشیم، هورمونامون بالا باشه، چون الان ما مامایی اصلا یکی از فاکتوراش اینه که ما خودمون هم زنیم و یه سری مشکلات درونی داریم و هم باید بیمارمون که خانومه درکش کنیم، هم با همکارمون که همشون خانومن رو درک کنیم، هم خودمون رو درک کنیم، کنترل کنیم و واقعا به نظرم یکی از سخت‌ترین، چون من حس میکنم مثلا همکارای آقا یه وقتی حالا شاید برداشت بدی نداره ولی واقعا باشون راحت ترم. من خلاصه آنیا یه خانم خیلی مدیر و مدبر و خیلی مدیریت فوق‌العاده و از این شخصیت‌ها که پایه. خب اولین شیفتی که من با خانم نگار بهرامی بودم یه شیفت صبح بود که ایشون خانم صفی به من گفت خانم مهربانی با خانم بهرامی یه آموزشی برو. حالا کی اونم من که خودم پر از سوالای بی جوابم، خودم پر از همیشه ایراد دارم، هر شیفت پر از ایراد تحویل میدم میرم خونه. مثلا آدم کیس مناسبی نبودم، ولی سعی کردم همه چیو درست منتقل کنم تا جایی که میشه. و بهم میگفت چقدر مهربونی، با حوصله. حالا سعی کردم باشه چون استرس داشت، نگران بود. بخشمون بزرگه، خدایی بخش زنانه ما 60 تا تخته، خیلی بزرگ است، اما بزرگی فضا بار اول که وارد میشی خود معذبت میکنه. این همه بیمار، بیمارای قلبی. خانم مهربون و شخصیت، از اساتید دانشگاه هستن، ایشون سالها تدریس داشتن، دانشجوهای زیادی زیر دست ایشون پرورش پیدا کردن. گوشی دست منه. خلاصه که خانم هلالی اولین برداشت چی بود هانیه؟ گفتم چه دافی اومد، خانم داف نژاد اومد. آخه واقعا هلالی به کوزتی هلالی جزء دافاست واقعا. حالا داف کلمه قشنگی نیست ولی خب یه شکست نفسی می‌کنی، زیبا، نچرال و بی‌نهایت زیبا و با شخصیت. ولی خب دیگه عشق دیگه که هم نزدیک شدیم، خیلی درد و دل داشتیم یه مدت با هم دیگه. شیفتای شب مخصوصا شیفتای متفاوتی با هم داشتیم، حالتهای روی مختلفی از هم دیدیم. آره واقعا. و معاشرت داشتیم، بحث داشتیم، قهر داشتیم، رومونو اوور کن داشتیم، همو بغل کن داشتیم تا صبح بشین صحبت کن و همه چی بود دیگه. الان هم که جشنه در کنار همیم. خلاصه که الان هم دارن شامو میارن. خانم محترم، خانم کوتی، خانم باوی کوچولوترین پرسنلمون. بچه‌های بخشمون برای بچه‌های درمانگاه، ماماهای درمانگاه جشن گرفتم که امروز یه نوزادی دنیا بیاد. میگیم مثلا این نوزادیه که روز ماما دنیا اومده، توی جشن بگی که من تولدم. گفتم من هر 4 سال یه بار که سال کبیسه میشه 5 ماه می میفته 16 اردیبهشت. من 16 اردیبهشت دنیا آمد، 16 اردیبهشت روز تولد من میشه.
بعد دیگه گفت نه باید حتما بیای آقا. حالا ما اومدیم تو تالار، اصلا بابی اینه به اون مجریه نمیگفت که مجریه اینو اعلام کنم. آخرش گفتم بابی من آوردی با این لباسا اینجا توی تالار، هیچی هم نگفتی، هیچ چیزی هم. بعد دیگه رفت به اون خانومه گفت، دیگه خانومه اعلام کرد و بعد دیگه به من هدیه دادن. تولدشون رو تبریک عرض می‌کنیم. لطفاً به افتخارشون دست بزنید. خیلی خوشحالم که اومدم تو جمعتون. خیلی خوشحالم که خودتون رو معرفی کنید. خیلی خوشحالم. من مژده طاعتی هستم، مامای 27 سال سابقه بخش زنان بودم، ولی الان اومدم تو قسمت آموزش کار میکنم. خیلی دوستتون دارم، دوست داشتم همیشه پیشتون باشم، ولی خب دیگه یه جوری پیش اومد که حالا یه خورده ای با فاصله ازتون، ولی همیشه دوستتونم و همیشه ازتون دفاع میکنم. همیشه تو هر شرایطی که سوپروایزر راجع به بخش زنان صحبت میکنم عین یه کوه پشتتونم، مطمئن باشین، چون که میدونم چه حرفایی از ماماها که پشتشون واقعا خالیه و تعدادشون کمه، همیشه توی دفتر هست، ولی من همیشه توی جلسات خاصی من هستم. یه همین مال پرستار بگیر بعضی وقتا میرم همونجا هم خیلی ازتون دفاع میکنم. یه سوال دارم، بذارید سوالا من بپرسم. خواستم بگم که حالا بعد از این همه سال سابقه و کار در رشته مامایی، نظرتون راجع به این شغل و این رشته چیه؟ چیکن چیکار کنم؟ بفرمایید. داشتیم می‌پرسیدیم راجع به رشته مامایی. رشته مامایی خیلی رشته خوبه. من با علاقه تمام اومدم. ببینم تا کده ایشون هستش، قراره شمفوت کنیم، خیلی سمبولیک. 1 2 3 بخونید برشون. تولدت مبارک، مبارک مبارک، تولدت مبارک، بیا شمع رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی. واو واو چه کردن. بچه ها پنه مال کیه؟ من پنه میخوام. پنه مال کیه؟ خب لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید. این چقدر دارم تولید محتوا میکنم. اون زنگوله رو هم بزنید. آخوام هلالی بگیرم دیگه. میبخشی منو؟ آنیا جون